کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان از افشا و پیشگیری فعالیت یک گروه بین المللی قاچاقبر مواد مخدر خبر داد که توسط تاجیکستان و قرقیزستان به قاچاق مواد مخدر سخت تاثیر اشیش معروف با نام چرس افغانی مشغول بودند. یکی از بازداشت ها عضو قرولتای مبارزه با کروپسیا بوده است. بنا به گزارش کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 8 سپتامبر سال 2022 در جریان یک عملیات ویژه در چارچوب چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی در حدود ولایت اوش در جنوب این جمهوری 3 ساکن ولایت اوش و جلال آباد با اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. کمیته امنیت گفت یکی از دستگیر شده ها عضو سازمان جمعیتی الدک پلاتا در قرولتای مبارزه با کروپسیا بوده. مقامات از او و 2 بازداشت شده دیگر در مجموع 17 کیلو و 192 گرم چرس افغانی یافته گرفتند. همه بازداشت شده ها به تفقیقگاه ریاست امنیت ولایت اوش انداخته شده. حالا تلاش‌ها برای کوفتوکوف اعضای دیگر این شبکه قاچاقبر ادامه دارد. افغانستان یک تولید کننده اساسی مواد سخت تاثیر مخدر نوع‌های هیروئین، افیون و اشیش به شمار می رود. مواد مخدر از افغانستان از جمله از طریق کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان و قرقیزستان به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان قاچاق کرده می شود.